در حقوق عباد اولین حق که بر ذمه مسلمان است و نمو حق والدین است، حق پدر و مادر. در قرآن شریف وقتی که الله جل شانه حقوق والدین بیان میکنه، حقوق والدین هم همراه حق یکجا بیان میکنه. وقتی که نافرمانی والدین بیان میکنه، انجام نافرمان بیان میکنه و نمو نافرمانی والدین را هم همراه مشرک و نافرمانی خود یکجا بیان میکنه. در قرآن شریف آیات کریمه است ما به شما بیان کردیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه. اولین حکم ما بر بندگان ما اینمی است که عبادت ما کنی، عبادت الله کنی تنی تنها یک. و بالوالدین احسانا، متصل حق دوام حق والدین است. لہذا حق والدین همراه حق خدا یکجا آمد و نافرمانی عقوق والدین همراه نافرمانی خدا یکجا آمده. حدیث شریف بخاری است، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرام یک روز فرمود الا انبئکم باکبر الکبائر، ایا ما به شما مردم اکبر الکبائر که در تمام گناههای کلان از سر گناههای کلان است، سر گناه کبیره است. و چی است؟ اول الاشراک بالله، همراه خدا تعالی شریک گرفتن، کافر شدن، مشرک شدن، اینمی نافرمانی خدا شد. دوهم و عقوق الوالدین، نافرمانی مادر و پدر. اینمی بسیار یک مهم جز است در زندگی مسلمان، ولی بدبختانه که در اینمی زمانه مسلمان از این چیز بسیار زیاد غافل است. میکنه زندگی همراه والدین، ولی اینطور زندگی میکنه مثل که یک کس همراه یک همسایه میکنه. یک کس در مکه مکرمه در حالت طواف بود، بر شانه او یک زن بود. اینمی کس با اونمو زن طواف میکنه بر شانه خود. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله عنه هم در طواف بود. اونمو کس که امیر المؤمنین دید، با امیر المؤمنین نزدیک شد که یا امیر المؤمنین هذه امی، امیر المؤمنین اینمی مادر ماست، ما اینمی مادر را از خانه بر شانه خود آوردیم. حال اینجا برای مادر خود او را در شانه خود سوار کردیم، طواف مکه مکرمه می کنیم. حال ما حق مادر خود را ادا کردیم یا نه؟ الله اکبر. سیدنا امیر المؤمنین گفت که نی، حق مادر خود دور است، حق و نمو یک تکلیف که وقتی که شما در شب گریه کردی، مادر بری شما استاد شد، به شما شیر داد. اینمی طواف تمام که شما بری مادر میکنی، یک حق یک شب مادر هم ادا نکردی. چرا؟ نکته عجیب است. بچه گفت که شما هم تکلیف میکشی بری مادر خود، این تکلیف است، ولی شما تکلیف میکشی با امیدی
رفتن به امید موت، به امید مرگ. شما اینمی کوشش میکنی که خیر است، 1 2 3 و 4 روز تکلیف است، مشکل نداره، مادر میره از دنیا وفات میشه. شما که اینمی تکلیف میکشی به انتظار موت و مرگ مادر هستی. و مادر که در شب بر شما استاد شد، در شب بر شما و ما بیدار شد و نمو تکلیف بر ما و شما بود برای زندگی ما و شما. اصل فرق در اینمی فکر است. شما که خدمت میکنی به اینمی فکر میکنی که بس خیر است، میره 1 2 3 و 4 روز مانده است، 4 روز پس میره. و مادر شما که بر شما استاد شد و در فکر زندگی شما بود که ما از بدن خود 1 جزء و 1 حصه جدا میکنیم، شیر میتیم، مشکل نداره، بچه ما زندگی میکنه، زندگی و پایدار میشه.